درود به همه شما دوستان عزیزم، به کانال خودتون خوش اومدید. آیا تا به حال با این احساس از خواب بیدار شدید که انگار مغزتون هنوز در حالت خاموشیه؟ تمرکز پایین، مه مغزی و فراموشی های کوچک. متاسفانه برای بسیاری از ما به خصوص با افزایش سن به یک اتفاق روزمره تبدیل شده. ما زمان زیادی رو صرف مراقبت هایی از قلب، عضلات و پوست خود می کنیم، اما آیا به مهمترین عضو بدنمون یعنی مغز توجه کافی داریم؟ امروز قراره یک راز بسیار مهم رو با شما در میان بذارم، رازی که از زبان یک متخصص برجسته مغز و اعصاب شنیدم. این متخصص میگه برای قوی نگه داشتن مغز و بازسازی کامل اون نیازی به کارهای پیچیده و گران قیمت نیست. در واقع شما میتونید با انجام 3 کار ساده و سریع قبل از خواب مغز خود رو کاملا بازنشانی کنید تا مانند روز اول قدرتمند و آماده بشه. این 3 کار درست در حیاتی ترین زمان ترمیم بدن یعنی شب بیشترین تاثیر رو داره. بیایید بدون مقدمه سراغ این 3 حرکت جادویی بریم. شماره اول، سیستم سمزدایی مغزتون رو فعال کنید با تنفس متمرکز. اولین و مهمترین کار فعالسازی سیستم نظافت شبانه مغز شماست. متخصصین مغز به این سیستم گلیمفاتیک میگن. این سیستم که در طول خواب عمیق فعال میشه، وظیفه شستشو و پاکسازی پروتئین های زائد و سمی مانند پلاک های آمیلویدی مرتبط با کاهش حافظه رو داره که در طول روز در مغز جمع میشن. اگه این زباله ها پاک نشن، به مرور زمان باعث کاهش عملکرد مغز میشن. خب چگونه فعالش کنیم؟ با یک تکنیک تنفسی ساده دقیقاً 10 دقیقه قبل از خواب. در رخت خواب دراز بکشید و تمام حواستون رو روی تنفس ببرید. اول 4 ثانیه از طریق بینی نفس بکشید و شکم خود رو بالا بیارید و دوم 6 ثانیه از طریق دهان نفس رو بیرون بدید. این چرخه رو بدون وقفه ادامه بدید. این نوع تنفس آهسته و عمیق سیگنال قوی به سیستم عصبی پاراسیمپاتیک یعنی سیستم آرامش ارسال میکنه. این کار استرس روز شما رو خاموش کرده، ضربان قلب رو کاهش میده و مغز شما رو به سمت خواب عمیق موج آهسته هدایت میکنه. همون جایی که سیستم گلیمفاتیک با تمام قدرت شروع به کار میکنه. با این تمرین ساده شما عملاً یک تیم نظافت شبانه رو برای مغزتون استخدام میکنید. شماره و راهکار دوم، مواد اولیه رو تامین کنید. نوشیدنی گلایسین. شما نمیتونید یک کارخانه رو بدون مواد اولیه مناسب راه اندازی کنید. متخصصان مغز تاکید میکنند که برای تولید انتقال دهنده های عصبی جدید و ترمیم غشاهای سلولی مغز باید مواد مغذی خاصی رو قبل از خواب تامین کنید. در اینجا یک ماده مغذی اما فوق‌العاده مؤثر وارد میشه به نام گلایسین. گلایسین یک اسید آمینه است که به طور طبیعی در مغز به عنوان یک انتقال دهنده عصبی آرامش بخش عمل میکنه. مصرف اون قبل از خواب تأثیر دوگانه ای داره. تأثیر اول، بهبود کیفیت خواب. گلایسین دمای مرکزی بدن شما رو کمی پایین میاره که یک سیگنال طبیعی برای به خواب رفتن سریع و ماندن در خواب عمیقه. و دوم، تقویت حافظه و تمرکز. مطالعات نشون دادن که گلایسین فرآیندهای مغزی مرتبط با حافظه رو تقویت میکنه و به مغز کمک میکنه اطلاعات روز رو بهتر سازماندهی کنه. اما چگونه مصرفش کنیم؟ یک راه عالی برای تامین گلایسین مصرف 1 فنجان آب قلم سبک یا 1 قاشق چایخوری پودر ژلاتین ساده که سرشار از گلایسینه هر شده در آب گرمه. این نوشیدنی را حدود 45 تا 60 دقیقه قبل از خواب بنوشید. این یک نوشیدنی قوی و عالی برای مغزه که باعث میشه صبح روز بعد با ذهنیت شفافتر و متمرکزتری بیدار بشید. و راهکار سوم، از تداخل جلوگیری کنید. قانون خاموشی دیجیتال. سومین کار که شاید ساده ترین اما سخت ترین کار باشه، محافظت از مغز در برابر آخرین تهدید شبانه است، یعنی نور آبی. متخصصان مغز هشدار میدن که حتی با انجام 2 کار قبلی، اگر دقیقاً قبل از خواب به صفحه نمایش گوشی، تبلت یا تلویزیون نگاه کنید، کل تلاش‌های خود برای احیای مغز را خنثی می‌کنید. نور آبی منتشر شده از صفحه نمایش تولید ملاتونین یعنی هورمون خواب آور را در مغز شما متوقف می‌کنه.
مغز شما این نور رو به عنوان نور روز تفسیر میکنه و به جای آماده شدن برای خواب ترمیمی به حالت بیدار باش برمیگرده. چگونه باید این کار را انجام بدیم؟ حداقل 60 دقیقه یا 1 ساعت قبل از خواب تمام صفحه‌های نمایش را خاموش کنید. به جای اون یک کتاب چاپی بخونید، موسیقی آرامش بخش گوش بدین یا با خانواده صحبت کنید. اگر حتما نیاز به استفاده از دستگاه دارید، فیلتر نور آبی رو فعال کنید یا از عینک‌های مسدود کننده نور آبی استفاده کنید. دوستان عزیز، سلامت و قدرت مغز شما یک سرمایه گذاری مادام العمره. با افزودن این 3 حرکت ساده، یعنی تنفس متمرکز، نوشیدنی گلایسین و قانون خاموشی دیجیتال، به روتین شبانه خود شما فعالانه فرایندهای ترمیم و بازسازی مغز را آغاز می کنید. متخصصان مغز میگن نتایج این کار در عرض چند هفته با افزایش تمرکز، بهبود حافظه و کاهش مه مغزی احساس خواهد شد. اگر هنوز عضو این کانال نشدید، حتما دکمه عضو شدن رو فشار بدین و بعد زنگوله رو بزنید، چون در این کانال قراره بسیاری از مطالب مفید، کوتاه و مؤثر برای یک سبک زندگی سالم منتشر بشه.